سلام به دوستای قشنگم. میخوایم یه جعبه خوشگل فقط با کاغذ بدون استفاده از چسب با روش اوریگامی یا همون کاغذ و تا درست کنیم. 2 تا کاغذ هم اندازه میخوایم، یکی برای زیرش یکی برای رویه جعبه. اون زیریه باید یه کوچولو از اون رویه کوچیک‌تر باشه، یعنی کمتر از نیم سانت اختلاف داشته باشه از لایش. خب بعد از اینکه این مراحل رو تاهاش رو درست انجام میدید و حسابی گوشه ها رو ناخن میکشید، گوشه هاش رو دقت کنید. یکی دو بار شاید لازم باشه که فیلم رو ببینید تا قشنگ تا کردنش رو یاد بگیرید. با این روش میتونید جعبه های قشنگی درست کنید، توی کشوهاتون، توی اتاقاتون، توی کتابخونه هاتون داشته باشه. خورده ریزاتون رو داخلش قرار بدید و خیلی خوب اتاقتون و کشوتون رو مرتب و تمیز کنید.